چرا مهاجر افغانستانی تو ایران حقوق انسانی ندارد؟ چرا مهاجر افغانستانی تو ایران امنیت روانی ندارد؟ چرا تکلیف فرداش مشخص نیست، هفته بعدش مشخص نیست؟ مهاجری که برادریشو به بارها و به شیوه‌های مختلف ثابت کرده است. این بحث‌ها اصلا نمی‌گذارد ما به این بحث‌های بنیادی برسیم. بحثمون الان سر این شده است که به افغانستانی‌ها رو شبیه به حیوان نبینید. واقعا برای من شرم‌آوره به عنوان یک ایرانی در این سال با اون تمدن، با این دین، بیام الان راجع به این صحبت کنم که اسکرین شات توییت دوستان شما رو گرفتم که افغانستانی حیوان نیست، افغانستانی انگل نیست، افغانستانی کثیف نیست، افغانستانی بدبو نیست، افغانستانی هم یک انسان است. به دلیل اصلی که 80 سال پیش 100 سال پیش توی جامعه شناسی اثبات شده که بر حسب نژاد یا ملیت شما نمیتونید ویژگی‌های اجتماعی به افراد نسبت بدهید. اصلا ما نژاد خالص توی دنیا نداریم. همه اینها اثبات شده، کل دنیا ماجراش تموم شده. همین آلمانی که میگن 20 میلیون مهاجر پذیرفته، اسمشون مهاجر نیست. چرا؟ چون که آلمانی شدن. ما چرا تعداد مهاجرامون زیاده؟ چون که هیچ وقت ایرانی نمیشن. چون که قوانینمون به شدت سختگیرانه است. حالا ممکنه هم که به لحاظ امنیتی موجه باشد. اما زیست مطلوب زیستی در یک جمله آقای بوالی اگر زیست مطلوب زیستی است که حقوق انسانی مهاجر در آن رعایت شده باشد و مهاجر هم کاملا قانونی و پایبند به عرف، مقررات و قوانین آن جامعه باشد، چیزی که امروز اتفاق نمیفته.